جنگ بدر وقتی که میگه اون دو صف ایستاده بودن شیطان به صورت سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلجی حاضر شد. یک شهسوار عرب یک پهلوان بود. همین کسی که با کسی جنگ میکرد میرفتن که این دعوا میکردن کرویا میکردن ده این خطی ابو سربازاش که بیا طرف ما جنگ کن. بسیار پهلوان نامدار بود. دیگه این قریشی‌ها شادی کردن تبر زدن که سراقه یاری ما سه برابر مسلمان‌ها زیادترین غلبه طرف ما. اما وقتی همین جنگ شروع شد شیطان دید که در صف پیش مسلمان‌ها ملائکه ایستادن. حضرت جبرئیل وقتی دید دم خدا کات کرد. ولی سر باشیده خداوند ما را کمک کرد ورزیدش اسلام آورد مسلمان شد تسلیم شد. انا فقط با کار خیر میگم مرا دیگه دعوت میکنم. ولی همون نظم شمس ده است بود دیوانی کبیر شمس ده از اسلام شیطانی شد نفسی تر ربانی ابلیس مسلمان شد تا با چنین بود. همش میگه جورابه گو جورابه مرودو توجی میگه ما شیطانی حدیثه از همی که این فاصله میگه پیغمبر شد نفسی تر ربانی ابلیس مسلمان شد تا با چنین بود. همین شخصی که مستقیم های شخصی که با قوت های شخصی که تقوی بلند داره هرگز شیطان جرأت نمیکنه که قتلی که سر به سر شود. از اینو میحرسن. شیخ عطور قصه میکنه میگه یک همین حلقه صوفی میگن که همین شیطان میاد در بینشون میگالده بشنو زنگوی حضرت خون سکت خیلی جو خیلی بشید. میگه همین شیخ ابوالحسن خرقخونی بزرگ گرفته استبه در دهه خرقخون همین یک تنحنک کرد اعوذ بالله گو میگه اومدو در تازه چقدر که انشاءالله تقوی بلند باشه پرهیزگاری زیاد باشه بنده خدا بشه همونقدر شیطان ایت میگریزه. هر یک انسان موکل داره همین از ملائکه ها یعنی محافظ داره. همین پسترین انسان ها حدی اقل همون دو کرام الکاتبین هست همراهش. یکیش کارهای خیر و نیک می نویسه یکیش کارهای بد شد. پسترین اما حتی همون کافری پسترین هم داره. هر قدر که درجه و منزلت انسان بالاتر باشه همون قدر حلقه محافظه کلام میشه و شمارش زیاد میشه. حتی در تفسیر از ابن عباس اومده است میگه از 2 تا 300 محافظ داره انسان. پیغمبر خدا 300 محافظ داره. شیطان میدونه که نزدیک شو و این بچه تلخش میگه. اما در جنگ بدر وقتی که میگه اون دو صف ایستاده بودن شیطان به صورت سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلجی حاضر شد. یک شهسوار عرب یک پهلوان بود. همین کسی که با کسی جنگ میکرد میرفتن که این دعوا میکردن کرویا میکردن ده این خطی ابو سربازاش که بیا طرف ما جنگ کن. بسیار پهلوان نامدار بود. دیگه این قریشی‌ها شادی کردن تبر زدن که سراقه یاری ما سه برابر مسلمان‌ها زیادترین غلبه طرف ما. اما وقتی همین جنگ شروع شد شیطان دید که در صف پیش مسلمان‌ها ملائکه ایستادن. حضرت جبرئیل وقتی دید دم خدا کات کرد. ولی سر باشیده با گفتن یا سراقه کجا میگریزی؟ آقا چه تو عادت اینا بدی نامردی ای گفت من سراقه نیستم خونه تو بسو زمان سراقه نیستم با خدا قسم گفت اگر چیزی را که من میبینم شما میدیده تلختو بکفی تر میکردید. مقصد شما امکان دیگری این شعور ندارید. همین بهترین راه و وسیله نجات از شیطان عمل خیر عمل نیک پاک توزه بدن. ولی بعضا بچه ها سوال میکنن که بگو همین در حالت جنوبت خواب کنیم چه خیلی خیلی خواب کنی خواب که خونت پلی گندم نگه همون خوابی تو خوبی سنتی نیست. خوابی تو خوبی هست که همین پرای کشمر بگیر در بغل کده این روزا خود برای غسل کنی در رکعت نمازی شکر بخون پای با طهارت خواب کنی نه شیطان طرفیت نزدیک شده میتونه نه یک از زیان و ضرر رسونده میتونه. تا سحرت محافظ داری تا سحرت چی مقداری که عبادت کرده بتونی همونقدر نامه اعمالت ثبت میگرده. سعی کردن در کوکی در حمام ها در حاجت خانه ها گپی دنیا نگی سفسطه بسیار نگی لغ نکنید. همین مکان ها اصلا مکان جین شیاطین نیاخی همینجور پرهیز کردن در کار. انشالله این
این مسئله که بگوی که عموما دور شود این باشه فونکسیاش همون گمراه کردن انسان او هرگز دور نمیشود. حتی در مساجد میگه اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله زرات کزرات الحمار. حدیث امام بخاری است. وقتی میگه مؤذن اذان میگه شیطان میگریزه مثل که خر در وقتی دویدن گزیده میگریزه. زراتش همین معناش صدای همون بادش اومده و میگه که فاذا فرغ رجع همین خلاص که کرد از اون بو میگرده بیا کسافت بو هم تری شیطانت کنی دندی بچه اون میدونه. بله و اذا اقام ادبر بو همین وقتی که قامت گفتن میگریزه. فاذا فرغ رجع بو میگه همین خلاص که قامت بو میدوام میاد. و جعل یوسوس المصلی انه کم صلا تو آخری نماز چی مقدار نماز بخونی وسوسه کردن میگیره ای بچه کم خوندی همینش درست کردی. ما بودم خیلی درزگی سه رکعت خوندم 4 رکعت خوندم خیلی درزگی. انا میرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایلو چه برای ما شما را گفته است. مقصد اگر انتری در شک شبهه غلطی دی همین شک شبهه دائمی باشه اگر باشه باری اول نباشه همین هر طرفی که گمان غالی بود باشه همون قطعی عمل میکنی. همون شیطان هم میتونه معقول کردی بدیل تو مقصد مثلا 70% گمان رو تمیه که 4 رکعته 30%ش که 3 بعد هم 70% گمان عمل میکنی. اما اگر به شرطی که خدای نکرده هر دو طرف برابر باشن 50 در 50 یگان طرف امکانی مثلا چی دادن نباشه در این حالت خیلی کم خوندگی حساب میکنی. مثال در فکر شما غلطی دی که همین 3 رکعت یا 4 رکعت خیلی 3 میگیری و همون رکعت که خوندی قدم میکنی که مبادا مقصد 4 نباشه بعد 4 نشستن قاعده آخر فرض کن میشینی اتحیات هم میخونی میخیزی یه رکعت دیگه زم میکنی در آخری نماز سجده سهو میکنی. اینا علاج شباب بینه حضرت صلی الله علیه و سلم مقصد که برای ما را تعلیم است. پیش این نماز شروع کردم گو اللهم انی اعوذ بک من تفریقة القلب. خدایا با تو پناه میبرم از تفریقه قلبی. خدایا کمک میکنه که به حضور قلبی نماز ما بخونم. در بین نماز همین کار همی یک هرچی در ذهنت اومدن میگیرم میخوایی نمیخوایی میویم. این خیلی سینونیه یعنی خیلی ایده مقصد. انا خداوند رزق روزی مرا در زیر سویه نیزه میذاشته بیایی. تحت زیل رمحی. این الله جعل رزقی تحت زیل رمحی. خداوند رزق روزی مرا در زیر سویه نیزه میذاشته بیایی. باید فعل باشه کو. این یکی چی گفت؟ امام احمد بن حنبل میگه از پیغمبر. برای حدیث پیغمبر در مسند احمد اومده. میگه یکی روبه دید به دست پای فرو ماند در لطف صنع خدای که چون زندگانی به سر میبرد بعد این دست پای از کجا میخرد. یا شیخ یا روبه هم میبینم دست پا نداشت از قدرت خدا حیوان میشود که چه زندگی میکردم مثلا چی میخورده باشد. در این بار درویش شوریدرند که شیر بر اومد غزال بچند. در همین فکر اندیشه معتبر است که نوخوزیکی از شیر سوانه برآمد یک غزال شکار کرده است یک آهو را گرفته و ورده است تای سویه درخت میاره و میخرشن کرد. غزال نگونبخت را شیر خورد بیماندان چه روبه از آن سیر خورد. چند بخیروخی خیلی خورد سیر کرد تحمونده شپرد رفت همون روبه همتا غلیده شکمالک اومد تحمونده شیر از شکمش سیر شد. دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوتی علمش بیدار. یکم روزا باور نمیکنه این بچه خیلی چیست است رو چای نشیده است. هر روز شیر شکر نمیکنه کتاش ای بخواد. یک روز دیگه کاری صبر کنه چی بخونده بسید. دیگر روز قدرت خدا میگه همه خیلی یک شکرچی یک پرنده را میزنه پرنده میاد در پیش ده در خون است. دیگر گوه افتاد که روزی رسان قوت یومش بیداد. قدرت خدا یک شکرچی یک پرنده را بزنه پرنده در پیش باید روبه هم میغلطه میخره همی را او نگاه دارد کن یقین مرد رو دیده بیننده کرد شده تکیه بر آفریننده کرد. ای بچه رویه روباهی که دست پونه داره خداوند رزق روزی همی را محیو میکنه نخو من بنده خدا باشم عبادت خدا را کنم من پروردگار را می رزق روزی مرا نیاره. رفت در یک کنج مسجد دراز کشید میگه گریبان فرو برد چند بجای
که بخشنده روزی رسانت غیب. نه بیگانه تیمور خوردش نه دوست. چه چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. 3 سوتکه در مسجد روز میکشد خدمت خدا یک کسی تکرارش نکنه. نه خدی و نه بیگانه. دیگه ای خرابی را میگه زار و نیزار شده زمین رنگ اسباب موسیقی چنگ شدگی. فقط همی سکلتش مونده است و ترهاش. میگه چه صبرش نمونده ضعیفی و هوش. زی دیوار محرابش آمد به گوش. اگه دیگه بی‌طاقت شد گفت میبرون. همین وقت از همین دیوار محراب یک در گوشش یک صدا اومد. بیرو شیری در رنده باشه دغل. مینداز خود را چو روباهی شل. محباد گفت واقعه را دیدی نیم یا خیلی شیر عبرت بگیری و تو چی سر تا بسر یک روباهی شل بودن کنم شیر بشم نم شیر را دیدی که خورد اومد فهموندش روباه خود چکمش سیر شید چه مردم با بر رنج راحت رسون مخنس خرد دست رنجی کسون مردک شا سعی که کار کنی بود فهمونده تو یک کسی بیا بخره کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رسوند به خلق خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که التاجر الجسور مرزوق و تاجر الجبان محروم تاجری که جسور شجاع به غیرت های این مرزوق خیلی تو رو رزق روزیش هم میارد اینه که تاجری همی ترسان شک شده به ترسه که ریسکوات کنم این همیشه میگه محروم های ای رزق روزی جسور شود توکل شود به خدا کنه سعی کنه که در تجارت دروغ نگه حیله نکنه و دعا کنه از خدا طلب کنه